به نوعی خوی گوره و مهربان خوشک و برانی خوشویست حوالانی برایس به بونه سالیادی 66مین دامزراندنی پارتی دموکراتی کردستان لدل و پیروزبایی آراسته سرجم اندام و لانگرانی پارتی دکم و وک بونه کی نشتیمانی گرنگ لمیجوی نتوکمان دا رز لو یاده دگرین یادی دامزراندنی پارتی دموکراتی کردستان بیرهینانوی یادی دامزراندنی کماری کردستانه یادی شکانوی یکم آلای کردستانه یادکردنوی خبات و قربانی دانه که رخراوه لپیناو برجسته کردنی آواتکانی نتویکو رواننوی ناامیدی جردستهی دامزراندنی پارتی بو ریخستن و یک خستنی هز و توانکانی گلی کردستان بو لسر ربازه که نشتیمان پروانانه پیشکوتن خواست خباتی پارتی کوکروی حول و تکوشانی همو چین و تویجکانی گلکمان بو رزگاری نشتیمانی و نتویی پارتی خوانی او شانازیه که بناغدانری ریخستنی خباتی سرتاسری نتوی کرد و گلی کردستانه پارتی توانی حول و خباتی گلکمان لپچر پچری و پرتوازیه و بگوازه و بقناغی یک گرتویی و یک ریزیکی رخراو باوشه ویش پارتی توانی کاریگریه که نوخوی و جیهانی بو خباتی گلی کردستان و شورش کردستان لپینه و ناسنامه نتویی و رزگاری نشتیمانی دا تومار کد هر باو بنا غایت درسته شوا پارتی توانی شورشی سرتاسری کردستان و ماودرش لمیجوی هاوچرخی کردستان دا تومار کد لبر اوش پارتی بو عنوانی شورشی سرتاسری گلی کردستان نک تنیا پارتی بشکی کردستان لبر او سروریانه و زوری تر میجوی درستبون و خباتی پارتی تنیا میجوی پارتی که آسایی نیه بلکو میجوی ریخستن و فراوان کردنی خباتی نتویی کرده لهمو کردستان باز کردنی میجوی هاوچرخی نتویی کرد ببه میجوی پارتی میجوی که ناتواه هر لبر اوه میجوی پارتی مایه شانازی همو کرد و کردستانیه که دلسوزه لهمو سوچه که کردستان ده میجوی پارتی میجوی خسنه سرپی همو نتوی کرده لپینو مافکانی ده لبر او کم خیزانو بنماله هیا لکردستان ده بشک لرابردویان تکلاو به میجوی پارتی نبو بید بداخو امرو که ام یاده دکینوه دبینین هنده هرش بو شواندنی میجو چواشا کردنی گلکمان دکریت سر میجوی نوی گلکمان بو دابراندنی لمیجوی خباتی خوی لو بوارج دا هرشه کی چواشا کارانه رخراو لچند نوانده کی جاجاوه دکریت سر پارتی و سرکرداتی پارتی و حول شواندنی میجوی خباتی بنماله بارزانیش دادرید لپیناو راگرتنی گشکردنی خباتی گلکمان چونکه باو دیدگاه و پیشبینی دوستانه که پارتی پیش چندین سال بو خباتی گلکمان هی بوه امرو لقناغی که تری خباتی گلان دا نتوی کرد خری که هنگاوی زیادتر دا چیتا پیش و رولی پارتیش کاریگرتر دبید لبر او ام هولانه جگه لحولدان بو ریگه گرتن لبوجوان نوا و پرسندنی خباتی نتوکمان هیچ مبستو بنمایه کی دیکیان نیه پارتی به دیدگاه کی زور پیشکوتوانه بو حزبی همو گلی کردستان دور لبسنوی پارتی با ایدولوژیه کی لقالب دراو که پارتی بکات حزبی تنیا چین و تویجک دواروج و تجربهش درستی او بیرکرنوی سلمان هر لبر اوش بو و لبر اوشه که پارتی خوان هزی کی داینامیکی همیشهی او توی که قط وستان ناناسید بلگش اوه که پارتی توانیویتی بزودترین کات ولامی همو رژیمی که دکتاتوری بداتا ولا عراق دا هر وها لدوای گورترین نسکوش بزودترین کات شورش هل بگرسینی توا پارتی لمیجوی خوی دا درست کری شورشی نشتیمانی سرتاسری بو
پارتی بناغدانری دا سالاتداریتی نشتیمانی هاوبش و بشکردنی دا سالات و پوستکان بوه. اگرچه اوش همیشه لسر حسابی خوی و زوری نبونی دنگکانیشی بو بید. بویش همو هرش کردن ای بوسر پارتی لو وارده به انجامه. هر لیره دا دموی او راستی میجویه دوپات کموه که خباتی بنمالی بارزانی لپینو رزگاری کردستان دا بوه. نک لپینو پلاو پایه دا. هر بویش وقت بنمالی که نشتیمانی همو او طماعی پلاو پایه که هیز و دولتکانی نوچکه بویان خستو تر رو رد کردونه تا. لجیاتی اول شانی داوته بر ناخوشترین بارودوخ لپیناوی رزگاری و درزبونی دا سالات نشتیمانی لکردستان دا. میجوی سیاسی بنمالی بارزان حلقلاوی او خبات نشتیمانیه نک خو سپاندن. او میجوه شورشگرانه جیگه شانازیه بومنو. همون نتوی کرد بارزان که بوده ناوی مندال هزاران کس لبنمال جاجکانی کردستان با هوی خباتی نتویان و خوراگیری خلکی بارزان بود. بارزان وقت شانازیه یک بوده ناوی که خوشویست بود دلسوز و خواهان وجدانکانی گلکمان. بومنی شانازیه که کسی که سربه بنمالی بارزانی و قطابیه کی او ربازم. لکوتایی صده 19 دا تا وکو کوتاهی صده 20 دوری بارزان 16 جار ویران کرا و گندکانی لگل خاک دا یکسان کراون. به هزاران لرولکانی شهید بونه. یکمین گوره به کمالکان لبیابانکانی عراق به زنده بچال کردنی خلکی او دوره پرکرانه. دوری بارزان لسال 1892 بو یکم جار به هوی حلوستی نتویان لپیناو همو کرده للان عثمانیکان و خاپور کرا. بارزان لدجی ظلم کردنی عثمانیکان، بریتانیکان و ستمی حکومت یک لدوایککانی عراق لگلی کردستان وستاوتوا. بو به دست هنانی مافو دست کود بو همو نتوی کرد را پری و شورشی کردو. شیخ عبدالسلام بارزانی لسال 1914 با هوی هولکانی بو مافکانی کرد و یک خستنی هولکانی کرد لسه داره درا. شیخ احمد بارزانی 12 سال لقید و زنجیری داگیر کران دا بو و آماده نبود داوی لی خوشبون کات چونکه پیوا بوده بی ظالم داوی لی بردن کات نک مظلوم. آزایتی راپرین و شورشکانی نوچه بارزان بوته ویردی سرزمانی خلق لهمو کردستان و چوتا نو ادبی کردیه و ناحزان نتوانن امراستیه بشار نو. خباتی بارزان هر لسرطا و سنوری نوچگری تی پراندو و بیارمتیدانی شورشی نوچکانی دیگه کردستان بکرده و نمونه ها خباتی نتوهی کردیان سلمان. که دوائین نمونه چونی مصطفی بارزانی و جنگاورانی بارزان بو مهابات که بو سربازی او کمار کردیه برگری دلسوزانه آن لکوماری کردستان کرد او برگری کردنه به فراوانترین شیوه چوتا سرلاپری میجوی ها و خباتی کرد. اینجاش ریروی میجوی بارزانی نمر و حوالانی و شر کردن لگل 3 دولت دو برینی سنورکان تاوکو پرینوه لروباری آراس نمونه به هاوتان لمیجوی خباتی گلان دا. جگه شانازین لمیجوی نتوی کرد و میجوی شورشگری دا لجیان. براستیش میجوی شورشگری بارزان حلقلاوی دولمندیه کی روحی و طریقت و فکری مروف پارێزی و جینگ پارێزی و نشتیمان پروری فراوانه. لبر اوش گورکانی ایمه به دستکوتی دنیا سرمست نبونه. بشکستکانیش بیوره نبونه. بیوچان شریان لپینا و مافکانی کرد کردوه ایمه شانازی با میجوه دکین بلان تنیا خومان به شانازیکانه نبستوه بلکو استاش لسر امر بازه بردوامینو تا گیشتنی گلکمان به گشت آواتکانی لو خبات سل ناکینوه. آمانجمان سربرزی و سرفیرازی گله. زور جار بناروا و بازدکرید که گویا نیاز یک هیا بخو سپاندن و حکمی حتایی. او بچونه رد کینوه. خبات من بو سروری گل و اراده گل بوه. نک هیچ کسو لاینک. منیش حول و خبات و پیشمرگاتیم به هیچ پلاو پایک نگرم.